دوستان عزیز، این یک کلیپی است که درباره یک آیت قرآن بحث صورت میگیره. اینو میشنویم و میبینیم که مشکل کسایی که به خالق متعال باور نداره در کجا هست و اینا در فهم آیت قرآن چه مشکلاتی دارن. بازش که سوره تحریم های 12 بازش کردم، بفرما بخونین متنش را. خب اینا میگه سوره تحریم باز بکنین آیت 12 و متنش را بخونین. مشکل از اینا شاید در امینجا باشه. خب در سوره تحریم آیت 12 الله متعال میگه که و مریم ابنت عمران و مریم و بیبی مریم که دختر عمران علیه السلام است، التي او خانمی که احسنت فرجها پاک نگه داشت شرمگاه خود را، فنفخنا پس ما دمیدیم، فیه در آن، من روحنا از روح خود، و صدقت بکلمات ربها و تصدیق کرد ای خانم به کلمات پروردگارش و کتبهی و کتابهایش، و کانت من القانتین و بود از خانمهای بسیار تابع احکام الله. دوستای عزیز، این آیت ما چه قسم بفهمیم؟ من اول خدمت شما را تشریح میکنم و بعدا ببینیم که این شخصی که سر از این انتقاد میکنه مشکلش در کجا هست. خب در قسمت بیبی مریم وقتی ما با شما میگیم در اینجا کلمه فرج است، کلمه نفخ است و کلمه روح است. دوستان عزیز، فرج در زبان عربی وقتی که استعمال میشه، وقتی که ما با شما میگیم مثلا قرآن شریف باز میکنیم، خود کلمه فرج در زبان عربی وقتی استعمال میشه، این کلمه به معنای خالیگاه هست. مثلا شما وقتی این کلمه فرج استعمال میشه در قرآن عظیم الشان، آسمان وقتی که فرجت آمده هست یعنی گشاده می شود. و در این آیت شریف این کلمه فرج یعنی به شکل استعاره، به شکل ادبیش به شرمگاه استعمال شده. و بحث اینجا هست که این خانمی که بیبی مریم هست، این شرمگاه خود را و بدن خود را بسیار پاک نگه کرده، یعنی زن یا دختر بسیار پاک و طاهره هست. از این خاطر ای را مریم مقدس یا مریم میگن که بسیار پاک است. در قسمت فنفخنا فیه نفخ، اینجا در آیت شریف نفخ به معنای دمیدن یا پف کردن یا کف کردن. وقتی که میگه فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، وقتی که در سور نفخه میشه یعنی دمیده میشه، پف کرده میشه. ما و شما بعضی اوقات یک طفل پیش یک عالم میبریم میگیم ایره دم بکو، او نفخ میکنه یا کف میکنه، آیت قرآن سوره فاتحه را میخونه او را کف میکنه. پس اینجا نفخ به معنای پف کردن است و یا کف کردن است. و همین قسم در قصه آدم علیه السلام هم آمده است که آدم علیه السلام هم چی میکردن؟ آدم علیه السلام هم وقتی که برشان آدم علیه السلام هم در قسمتشان نفخ آمده است. مثلا میگه که نفخ وقتی نوشته میکنیم کلمات قرآن، یک کلمه قرآن از طریق فهم کلمه دیگه قرآن میفهمیم.
فاذا سویته در قسمت آدم علیه السلام در سوره حجر آیت 15 آمده که وقتی او را مساوی ساختیم، یعنی جسدش وقتی الله متعال خلق کرد، و نفخت فیه من روحی، و نفخ کردیم در او از روح خود. در اینجا در آدم علیه السلام هم امو نفخ شده هست. این چی مانا نفخ شده است؟ که الله متعال در او دمید از روح خود. روح چی را میگن اینجا در قصه آدم علیه السلام؟ که روح به معنای مخلوقی که بسیار با عزت است. یعنی روح مخلوق است، این جزئی از خالق نیست. بسیاری کسایی که قرآن نمیفهمن و از خود تفسیر میکنن، اصلی فهم از این قسم است که وقتی الله متعال یک کلمه را به خود نسبت میده، یک مخلوقه، مثلا میگه بیت الله، الله به خانه نیاز نداره. لکن چرا کعبه شریف بیت الله میگن؟ به خاطر ازی که اینجا این خانه با عزت هست. یعنی بیت الله یعنی این خانه با عزت که مخلوق است، که در اونجا عبادت الله میشه. بناهن روحی وقتی که اینجا میگه، یعنی الله متعال میگه که امو مخلوق ما که روح است و با روح با عزت است، و این روح که در انسان دمیده شده هست مثل روح حیوانات نیست. روح انسان پیش الله بسیار با عزت است. الله میگه اینجا دمانده شد و نفخت فیه و من نفخ کردم یا دماندم در آدم علیه السلام از روح با عزت که مخلوق ما هست، روح با کرامتی که مخلوق ما هست، دو دماندم. و همین قسم به بیبی مریم، والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها، در این دو آیت آمده، یکی در سوره الانبیا والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها. میبینید اینجا ضمیر فیها به خود بیبی مریم راجع هست، اما در سوره حشر باز اونجا به نفخ التی احسنت فرجها فنفخنا فیه که باز به فرج راجع میشه. بناهن اینجا دمیدن چی است؟ التی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. اینجا کلمه سومی را که ما و شما باید بفهمیم که و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. اینجا روح در آیت دیگه قرآن عظیم الشان است که همی اینجا از روح ما وقتی که گفته هست، روح یعنی مخلوقی که او مخلوق الله بر خود او را نسبت داده، روحنا گفته. و الله سبحانه و تعالی هر جایی که در قرآن ضمیر جمع را استعمال میکنه، یعنی به اساس قدرت و عظمت خود میگه. یعنی میگه ما نفخ کردیم، دماندیم فیه در آن، من روحنا از روح یعنی مخلوق با عزت و با کرامت خدا، چون این روح الله متعال به خود نسبت کرده. در قسمت بیبی مریم باز هم به قرآن باید رجوع بکنیم که اینجا در قسمت قصه بیبی مریم علیه السلام در اینجا مثلا در سوره مریم اینجا میگه بشرا فتمثل له بشرا سویا. خب وقتی شما به این قرآن وقتی که میخواین بفهمین چی است تمثل، یعنی علما در تفسیر ازی گفتن که الله متعال در قرآن عظیم الشان میگه که واذکر فی الکتاب مریم، یاد کن در کتاب بیبی مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیه، که از اهل خود به مکان شرقی همونجا جا گرفت. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا. الله متعال میگه ما فرستادیم با سوی بیبی مریم روح خود را.
و اینجا منظور از روح جبریل امین علیه السلام هست. و ما در عقیده اسلامی که در قرآن عظیم و حدیث آمده هست عقیده داریم که جبریل امین علیه السلام یک ملائکه پاک، معصوم و مقدس است. بناهن این ملائکه پیش بی مریم میه، فتمثل لها بشرا سویا، لکن این ملائکه به شکل یک بشر به پیش تمثیل میکنه، به شکل یک بشر در مقابل از او یک بشر مساوی یا نرمال. به شکل بشر ملائکه پیش بی مریم میه. قالت اینی اعوذ بالرحمن، میگه بی مریم وقتی که شخص میبینه میگه من پناه میبرم به الرحمن، یعنی الله سبحانه و تعالی، این کنت تقیه، اگر تو با تقوا هستی. یعنی چون بی مریم در جای گوشه میباشه، بی مریم برزی میگه که من به الله پناه میبرم اگر تو نظر خراب داشته باشی، چون ای به شکل انسان پیشش میه. قال انما انا رسول ربک، جبریل امین علیه السلام که ملائکه معصوم و پاک است، و ملائکه طبعا مثل انسان ها نیستن که نفس و شهوت داشته باشن. فرق انسان ها با ملائکه دمی هست که انسان ها هستن که نفس دارن، میخورن و مینوشن و شهوت دارن، ازدواج میکنن، و این چیزها در ملائکه نیست. ملائکه خورد و نوش ندارن و ملائکه شهوت ندارن و ملائکه ازدواج نمیکنن. اونا مخلوقاتی هستند که مطابق حکم الله سبحانه و تعالی با عصمت و پاکی وظایف خود انجام میده. جبریل علیه السلام برش میگه که انما انا رسول ربک، یقینا که من رسول یعنی فرستاده پروردگار تو هستم. یعنی من کدام انسان عادی یا انسان شهوتران یا انسان بیدین نیستم، بلکه من فرستاده از جانب الله هستم. همیشه فرستاده های الله مثل پیغمبران معصوم هستن، لکن اینجا پیغمبرم نیست، ملائکه هست که در پالوی از که معصوم هست، یعنی شهوت و خورد و نوش و نفس نداره، بلکه میگه من از جانب پروردگارت هستم که پیش تو آمدیم لأهب لک غلاما زکیا، تا بر تو تحفه بدهم یک فرزند زکی. قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، بی مریم میگه که چطور من میتونم فرزند داشته باشم در حالی که بشری مرا مسه نکرده، همراه من کدام مرد نزدیک نشده، ولم اکو بغیا، و من خودم یعنی بغاوتکار و گناهکارم نبودیم که از طریق غیر مشروع کاری کرده باشم. قال جبریل علیه السلام برش میگه که کذالک این چونین قال ربک، پروردگار توی قسم گفته هو علی هین، ای بر من آسان هست. چرا آسان است؟ به خاطر ازی که نیاز به شوهر بر تو نیست. و باز در آیت دیگه قرآن میگه که مثال عیسی علیه السلام مثل آدم علیه السلام است. همین قسم که آدم علیه السلام الله متعال از خاک خلق کرد، باز در او روح دمان بدون داشتن مادر و پدر. در اینجا عیسی علیه السلام هم الله متعال اینه به شکل معجزه بدون موجودیت مرد و یا روابط جنسی که بین خانم و شوهر می باشه، اینه به شکل معجزه الله متعال خلق میکنه با دماندن روح یا کف کردن و پف کردن که ما و شما او را نفخ میگیم. ولی نجعله آیت للناس، میگه ای برای الله آسان است، ای حکم الله هست که شما اما تو فرزندی به شکل معجزه داشته باشین. الله میخواه که آیت برای مردم باشه، این یک معجزه برای مردم باشه، و رحمت منا، و رحمت از جانب الله باشه. و کان امر مقضیا، ایناله ای برش بگه که این امر فیصله شده هست، این مربوط به ما و خودت نیست. من فقط دم میکنم و نفخه میکنم. و این علما میگن که در 1 یخه پیراهن بی مریم ملائکه دم کرد. 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 1 یخه پیراهن بی مریم ملائکه دم کرد
این آیت شریف به این شکل است: و الله متعال در جمله دو زن با شخصیتی که از پاکی و از شخصیت عالی و از ایمانداری و تقواداری از اونا بحث میکنه. دو خانم است که یکی خانم فرعون هست و دیگیش بیبی مریم هست. اینجا ما و شما فهمیدیم که کلمه احسنت فرجها، یعنی اینجا بحث رزی شد که این شرمگاه خود را از روابط جنسی پاک نگه داشته بود و نفخ شد در آن از چی؟ از روح پاکی که الله متعال جبریل امین علیه السلام گفت که اونا را شما کف بکنید. مثل که آدم علیه السلام در او همچنان نفخ روح پاک شد. این روح یعنی مخلوق با عزت، نه ای که روح جزء از خالق متعال باشه. دوستای عزیز، حالا ما و شما دیدیم که چقدر در این قصه پاکی بیبی مریم، پاکی جبریل امین علیه السلام و خلقت عیسی علیه السلام به شکل معجزه را بیان میکنه. ولی کسانی که بیدین هستن و بی ایمان هستن، اونا با مزاج خود چه قسم اینو تشریح میکنن متاسفانه. و باز متاسفانه بعضی از دوستای ما که همراه از اینا ارتباط میگیرن، اونا خودشان هم شاید دقیق آیت نفهمیدن و بالاخره مشکل پیدا میشه و انسان که باور نداره مطابق مزاج خود آیت به شکل بسیار منفی تفسیر میکنن. شما بشنوید. آیه چند گفتین؟ آیه 12 سوره تحریم. آیه 12 سوره تحریم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بفرمایید. ترجمه کایست. ما هدف تصویر حالا رسیدم. مشکل اتفاق برام. حالا متوجه شدن که این شخص، شما یک کلپ باز اگر اینجا ترجمه مشکل یعنی چی؟ شما پیش فرض میگیرین که آیت مشکل داره، از بس میدونین قرآن پر از مشکلات است. اصلا مشکل نداره. یعنی ببینین که اینا چرا میگن قرآن پر از مشکلات است. شما اگر گپای زیر دقیقا فکر بکنین، اینا مشکلشون این است که ملائکه معصوم نمیشناسن، نمیفهمن که ملائکه نفس ندارن، شهوت ندارن، نمیفهمن که ملائکه شخصیت های هستن که مطابق حکم الله عمل میکنن. نفخ معنایش نمیفهمن و به می شکل مثلا دیگه کلمات قرآنی را درست اما یک آیت قرآن با فهم تمام قصه‌ای که درباره ازی آمده است نمیخوای بفهمن. ترجمه باید افسوس. خب ترجمه میکنم. و مریم ابنت عمران، دختر عمران، التی، خانومی که احسنت ابنت نیست، ابنت است. ابنت تو اشتباه میخونی. تو پیدا کردی که امی الفش هم فتحه داره یعنی زبر داره. ما همینجا اینجا ببینین مشکلاتی است که شخص میخواه خدا تو عالم دانشمندشان بده. او مریم ابنته میم کتب با جنگ خورده، ابنته نیست. اصلا بنت دختر میگه، ابنه هم دختر گفته میشه و همزه اول از این وقتی که قبل از او مریم چیز آمده، بعد از این ساکن آمده، بناهن این همزه اینجا تلفظ نمیشه. اصلا مشکل در همزه نیست که ما ابنته یا ابنته بخوانیم، بلکه اینجا و مریم به میم همراه ب چیز شده. ببینین میخواه که غلطی جانب مقابله بگیره که یعنی تو غلط خواندی، اینجا باید ابنته هست. فکر میکنه که همزه فتحه داره، ولی بحث همزه اینجا نیست، چون اینجا همزه تلفظ نمیشه، بلکه مریم ابن میم کتب با چی شده؟ جنگ خورده.
این قسم مشکلی هست دوستای عزیز که اکثرا کسایی که سر قرآن انتقاد میکنن، خب یک کسی سر کامپیوتر انتقاد میکنه، وقتی برش بگویی که این کامپیوتر چالان کو، بگه والا من این چالان کرده نمیتونه، استارت کامپیوتر رو نمیفهمه، بنابراین میگه این کامپیوتر خراب است، این کامپیوتر کار نمیکنه. ولی اگه برش بگویی که نه برادر، اونجا دکمه است نوشته است استارت، شما استارت بزنین کامپیوتر چالان میشه. در زبان عربی میگه که کلون عدو لما یجهل، هر کسی دشمن آن چیز هست که در قسمت از او جهل داره. شما سعی کنین که بحثی که اینا میکنن کلش مشکلش چی است که امی برادر که دفاع میکنه ای هم درست بیایت نفهمیده و خود امی شخص هم از این بیچاره که او هم فهمش ضعیف است استفاده کرده و خدا عالم و دانشمند معرفی میکنه و میخواه برای مردم بگویه که قرآن اشتباه داره و غلطی داره. هر چی بگی قبول میکنم، بیار. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ادامه بده ابو بفرما. این آیت وقتی که شخص گذاشت خواست که بر از او بگویه که ابنته هست، در حالی که اگر دقیق شوه او و مریم ابنته، همزه اینجا تلفظ نمیشه. خب بابا بسیار جدیت بر از او میگه که خب ادامه بده، به خاطر از اینکه یعنی دلیل ما چی شد؟ قوی شد. و کسایی که گپ زیر مشنوه و قرآن درست نمیفهمه میگه و اینو ببینین این چقدر انسان دقیق است که اون لفظ قرآن هم درست میفهمه، در حالی که خودش فرق بین مبنته و ابنته و ابنته را نمیفهمه. جالب است والله. عمران، دختر عمران التی، یعنی خانومی که احسنت پاک نگه داشت فرجها دامان خود را، فنفخنا دمیدیم فیه در دامانش من روحنا از روح ما. فرج در زبان عربی چی معنا میده؟ اینی کسایی که کلمات قرآن نمیفهمن اونا فکر میکنن که وقتی فرج در کلمه استعمال شد مستقیما فرج شرمگاه را گفته میشه، در حالی که در قرآن عظیم شان اگر شما کتی یک عرب، ما یک وقتی همراه یک عرب که همراه ما درس میخوان از سوریه بود، اونا برای ما تشریح کردن که این کلماتی که در قرآن استعمال شده این کلمات ادبی هست. مثلا ما و شما وقتی مثلا از مرد وقتی که شرمگاهش بحث میکنیم ذکر میگیم. ذکر اصلا به معنای چی هسته؟ اصلا به معنای ذکر یعنی مذکر مرد هست. اصل نام از او که در بازارها و کوچه ها و به شکل عامیانه گرفته میشه، او کلمات اصلی که اگر ما بریم از عرب ها پرسان بکنیم او به شکل ادبی از او تو به شکل اینجا استعاره یا کنایه به شکل استعاره کلمات استعمال میشه، به شکل مستعارش مثل که ما شما بسیاری وقتا شرمگاه میگیم. اونجا خود کلمه فرجه به معنای خالیگاه هست. حالا این میخواه که اونمو کلمه را دقیق با امو شکل بی‌ادبیش باید گفته شود و میخواه که ثابت بکنه که ببینید در قرآن عظیم شان این کلمات به شکل بی‌ادبی از او استعمال شده است. این همیشه از چی معلوم میشه؟ یعنی وقتی کسی که در یک زبان، خصوصا در زبان قرآن که نحو است، صرف است، بلاغت است، این نفهمه و فرق نکنه بین استعمال لفظ حقیقی و یا به یک چیزی که کنایی یک کلمه رو میگین یا استعاره رو نفهمه، بنابراین این مشکلات برش پیدا میشه و بالاخره متاسفانه در میدیا میبراین و سر کلام رب العالمین انتقاد میکنن. معنا میده؟ بله. تو نمیفهمی چه معنا میده؟ نه من نمیفهمم، من میخوایم از تو بپرسم. خب معنای مختلف داره. در این آیت فرج یعنی چی؟
در این آیت به معنای خب در این آیت به معنای شرمگاه، یعنی در آیت شریف ما شما خواندیم که الله متعال میگه که احسنت فرجها، یعنی شرمگاه خود را بی مریم چی کرد؟ حفظ کرد، یعنی پاک دامن بود، یعنی زنا و از این کارها پاک بود. الله شهادت میده و ولادت عیسی علیه السلام معجزه بیان میکنه. خب دوستای عزیز، اینا شما میبینین که اینا میخواین که اینمی کلمات قرآنی را مطابق مزاج خود تفسیر بکنن و بالاخره باز بگوین شما سیل کنین که اینی قرآنی مشکلات داره و میخواین که جبریل علیه السلام مثل یک انسان عادی العیاذ بالله نشان بدن و نفخه به معنای غلطش بگیرن و تا آخر وقتی شما این بحث ببینین میفهمین که یک بحث انسان است که معلومات درست در زبان عربی و خصوصا در صرف و نحو و بلاغت نداره و همچنان در مورد قرآن و کلمات قرآن و استعمالات قرآن معلومات نداره و درباره عقیده اسلامی که پاکی و عصمت پیغمبرها هست از هم بیخبر است، بنابراین این مطابق مزاج خود میخواه به شکل شهوانی تفسیر بکنه و باز بگویه که این ما پیدا کردم اینی اشتباهات و غلطی ها هست در قرآن و متاسفانه اینا خدا آزاد اندیش میگن. افسوس که این آزاد اندیش ها به شکل علمی تخصصی و اکادمیک تحقیق میکردن و اگر میکردن شاید مثل بسیاری از غربی هایی که قرآن مطالعه کردن و تحقیق کردن خودشان میگن که باز بالاخره با تحقیق در قرآن عظیم‌الشان مسلمان شدیم. خب هدف دوستای عزیزی است که هدف ما بد گفتن و توهین کردن کس نیست. هدفی است که برای دوستا اما حقانیت قرآن عظیم‌الشان و فهم درست قرآن عظیم‌الشان بیان شود تا که کسی که میخواد که عقیده درست داشته باشه و اگر اینا هم اشتباه کردن خدا میشه پس رجوع بکنن و اگر کفرشان و یا گمراهیشان به اساس جهل نباشه بلکه به اساس عناد باشه و تکبر باشه، دیگه هدایت کننده الله هست. همه ما را الله سبحانه و تعالی هدایت بکنه، استقامت نصیب بکنه با اختیار راه درست. و السلام علیکم و رحمت الله و